سلام ایرانی، خوش اومد به اخبار شبان ماهی. دقیقاً بله، با توی دارم صحبت کنم که 4 ساعت تو دمای 64 درجه برقت خاموشه. اینم باید اضافه کنم که دقیقا این روزا تو اکسپلور همه خیانت آقای پرتغال به خانم مل هلو. و خب میدونین احساس شرمساری داره دیگه، یهو همه بیان تو اکسپلورتون خیانت کنن و اینجور حرفا. احساس میکنن که خدا و همه دارن میکنن چیز. یک ثانیه من کاغذ خودم چک کنم. اتفاقی بود که افتاد دیگه. به هر حال احساس میکنی که خدا و همه شما رو خیلی دوست دارن. خیلی این احساس خیلی خوبیه دوستان. به قول آقای قلنویی یه ایده ای دارم. سانت کردن تیم ملی، مثلا 1 سانت، 2 سانت، 3 سانت، 4 یا 5، شایدم 10. حرکت اونقدر حرکت جذابی نیست دوستان. استاپ رایدر مثل آقای قلنویی نباشید لطفا. و قونی و ون اومدن جلو در حاجی تمامش کن، بیا ببندیم بریم حاجی، دهنمون سرویسه. دوستان ما خدافظ، خدا نگهدار، ما بستیم، کنسل. همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت. اینم شاید یه آزمایشی، خدا داره منو آزمایش میکنه. ما کاری کردیم که همه ایرانی‌ها چه در داخل چه در خارج از کشور هم قسم شدن. قلنویی به نظرم بهترین دستاوردی که داشتیم همینه که نباختیم.